به شما میری خواستگاری یه خانومی، بعد اگه پدر اون خانوم کارمند موفقی باشه، مثلا نگاه میکنه یه شغل تو هم کارمندی باشه، مثلا یه دل خوشی داره نسبت به این موضوع. ولی این کارمند موفقی نبوده، از کار کارمندی بیزار میشه و وقتی هم تو هم کارمندی میای میگه ای بابا ول کن، شغل آزاد خوبه فلان. مثلا یه خواستگار با شغل آزاد بیاد بیشتر ترغیب میشه به اون. میدونی آدم‌ها یه زندگی رو رفتن، یه شرایطی داشتن، یه مسیر زندگی رو رفتن، دیگه دیفالت مغزشون میگه این درسته. دیگه نمیگه من درست انجام ندادم، دیگه میگه این درست، اصلا کارمندی درست نیست، آزاد خوبه، یا آزاد اصلا به درد نمیخوره، کارمندی خوبه. میخوام اصلا حالا بحث شغل یه چیزه، کل مسیر زندگی یه چیزه. شخص واسه بچه‌های خودش هم همین دیدگاهو داره، میگه اینی که من میگم براتون درسته. بابا اونا اصلا یه شخصیت‌های دیگه‌ای هستن، اونا ترکیب تو و یه زن دیگه هن. چجوری میتونی تو بهشون بگی این برات درسته و دقیقاً سلیقه خودت؟ قطعاً براش اونی که تو میگی درست نیست. چرا؟ چون مثلا فرق میکنه با تو، فقط یه سمت ژنش با تو یکیه. و کلا حالا آدما رو تو جامعه نگاه میکنی، همه اون چیزی که بهش رسیدن و میخوان بهت بگن آره این خوبه، این از همه بهتره. بعد اونی هم که مثلا حالا یه مسیری رفته شکست خورد، بابا سمت این نریا، دهنت سرویسه. بابا مسیر زندگی ها با هم فرق داره، شرایط ها با هم فرق داره، علایق با هم فرق داره. اینو کی میخوان درک کنن پس آدما؟ چجوری این نیاز به سواد داره واقعا این؟